سلام به همگی. خب همه ما میدونیم که اتوماسیون با هوش مصنوعی قرار دنیای کسب و کار رو زیر و رو کنه. ولی یه مشکل بزرگ وجود داره. هوش مصنوعی گاهی غیر قابل پیش بینیه. امروز میخوایم ببینیم چطور یه مهارت کلیدی یعنی مهندسی پرامپت این نیروی قدرتمند و سرکش رو به یه ابزار دقیق و قابل اعتماد تبدیل میکنه. حتما برای شما هم پیش اومده نه؟ از یه ابزار هوش مصنوعی سوال میپرسید و یه جواب کاملا پرت و پلا یا حتی ساختگی بهتون میده. به این پدیده میگن توهم یا هالوسینیشن. این یکی از بزرگترین موانع برای استفاده جدی از هوش مصنوعی توی شرکت هاست. اما واقعا ریشه این مشکل از کجاست؟ برای اینکه قضیه روشن بشه، بیایید یه مقایسه سریع بکنیم. سیستم‌های اتوماسیون قدیمی، اونایی که مبتنی بر قوانین بودن، مثل یه ربات دقیق کار می‌کردن. 100% قابل پیش‌بینی بودن، ولی خب هیچ انعطافی هم نداشتن. از اون طرف هوش مصنوعی کدید فوق‌العاده قدرتمند و خلاقه، اما همین قدرتش باعث میشه گاهی غیر قابل پیش‌بینی باشه. سوال اصلی اینه، چطور میتونیم این قدرت رو مهار کنیم و بهش جهت بدیم؟ خب برنامه‌مون برای امروز اینه. اول از همه میریم سراغ چالش اصلی هوش مصنوعی. بعدش میبینیم که مهندسی پرامپت چطور به عنوان راه حل وارد میشه. چند تا از تکنیک‌های کلیدی و کاربردیش رو با هم یاد میگیریم، نتایج واقعیش رو توی دنیای بیزنس بررسی میکنیم و در آخر هم یه نگاهی به آینده هیجان انگیز این حوزه، یعنی هوش مصنوعی عامل محور میندازیم. بسیار خوب. بریم سراغ بخش اول. بیایید ببینیم این غیرقابل کنترل بودن مدل‌های زبانی بزرگ واقعاً از کجا میاد. ببینید، نکته کلیدی دقیقاً همینه. یه مدل زبانی بزرگ مثل چت جی پی تی واقعاً دنیا رو نمیفهمه. کار اصلیش اینه که بر اساس میلیاردها متنی که خونده، حدس بزنه کلمه بعدی توی یه جمله چی باید باشه. یعنی یه حدس زننده آماری خیلی خیلی قویه. برای همین وقتی با یه سوالی روبرو میشه که جوابش رو نمیدونه، به جای اینکه بگه نمیدانم، سعی میکنه محتمل ترین جواب رو بسازه و اینجاست که اون توهم و اطلاعات غلط اتفاق میفته. خب پس چاره چیه؟ چطور میتونیم با این ماشینای حدس‌زن قدرتمند یه زبان مشترک پیدا کنیم تا کار درست رو انجام بدن؟ جواب مهندسی پرامپت. مهندسی پرامپت راستش هم یه هنره و هم یه علم. هنر و علم درست حرف زدن با هوش مصنوعی، یعنی فقط یه سوال ساده نپرسیم، بلکه دستوراتمون رو اونقدر دقیق و هوشمندانه طراحی کنیم که مدل رو وادار کنیم دقیقاً اونجوری که ما می‌خوایم فکر کنه و جواب بده. در واقع این همون پلیه که نیت ما رو به توانایی ماشین وصل می‌کنه. این تشبیه واقعاً فوق‌العاده است. بهش فکر کنید. یه مدل زبانی بزرگ، یه هوش خام و پراکنده داره. انگار کلی اطلاعات داره ولی نمیدونه باش چی کار کنه. مهندسی پرامپت مثل یه سیستم عامل عمل میکنه. به اون هوش خام میگه هی، از بین تمام چیزهایی که بلدی، الان باید روی این کار مشخص تمرکز کنی. در واقع ما با پرامپت برای هوش مصنوعی یه شغل تعریف میکنیم. خیلی خوب، حالا که با مفهوم کلی آشنا شدیم، وقتشه بریم سراغ جعبه ابزار یه مهندس پرامپت و ببینیم با چه تکنیکایی این کنترل رو به دست میارن. 3 تا از قدرتمندترین تکنیک‌ها اینا هستن. اولی نقش محوره، یعنی به هوش مصنوعی شخصیت میدیم. مثلا بهش میگیم توی تحلیلگر مالی حرفه‌ای هستی. این کار لحن و دقت جوابش رو کاملا عوض میکنه. دومی چند نمونه‌ایه، یعنی چند تا مثال از کاری که میخوایم بهش نشون میدیم تا دقیقاً همون فرمت خروجی رو تحویل بده. و سومی که واقعاً انقلابیه، زنجیره تفکر یا چین اف تات هست که الان عمیق‌تر بررسیش میکنیم. زنجیره تفکر یا COT تکنیکیه که بازی رو عوض کرده. به جای اینکه فقط جواب آخر رو از هوش مصنوعی بخوایم، ازش میخوایم که بلند بلند فکر کنه. یعنی به ما بگه قدم به قدم چطور به اون جواب رسیده. این کار ساده مدل رو مجبور میکنه منطقی تر فکر کنه و احتمال خطا رو به شدت پایین میاره. این فرایند 3 مرحله‌ای یه شفافیت بی‌نظیر ایجاد میکنه. و این شفافیت برای دنیای کسب و کار حیاتیه. فکرشو بکنی توی صنایعی مثل بانکداری یا حقوق فقط جواب نهایی مهم نیست. اینکه چطور به اون جواب رسیدیم هم مهمه. زنجیره تفکر این قابلیت حسابرسی یا آدیتیبلیتی رو به ما میده، یعنی میتونیم رد پای استدلال هوش مصنوعی رو دنبال کنیم و بهش اعتماد کنیم.
خب، اینا همه روی کاغذ خیلی خوبه. ولی در عمل چه فایده‌ای برای یه شرکت داره؟ این تکنیک‌ها چطور روی سود و زیان تأثیر میذارن؟ بریم ببینیم. این جدول کل داستان رو خیلی قشنگ خلاصه میکنه. مثلا مشکل هزینه بالای استفاده از این مدل‌ها رو در نظر بگیرید. خب، با پرامپت‌های دقیق که خروجی‌های کوتاه و مختصر تولید میکنن، هزینه‌ها رو کم میکنیم. یا مشکل سرعت پایین، با بهینه‌سازی ساختار پرامپت میتونیم جواب‌های آنی بگیریم. و از همه مهمتر مشکل توهم و غیرقابل اعتماد بودن. اینجاست که تکنیک‌هایی مثل RAG و زنجیره تفکر ریسک رو به حداقل میرسونن. یا مثلا برای اینکه خروجی رو به سیستم CRM شرکت وصل کنیم، از پرامپت‌های چند نمونه‌ای استفاده می‌کنیم تا فرمت خروجی دقیقاً همونی باشه که سیستم ما نیاز داره. و اما RAG، این رو میشه سلاح اصلی ما برای جنگیدن با توهم دونست. RAG اجازه نمیده هوش مصنوعی فقط به حافظه قدیمی خودش تکیه کنه. در عوض اون رو به یه منبع دانش معتبر و بروز وصل میکنه. مثلا به تمام اسناد و مدارک داخلی شرکت شما. اینجوری مدل مجبوره که جواباش رو بر اساس حقایق موجود بده، نه اینکه از خودش چیزی رو حدس بزنه. حالا اگه بیایم RAG رو با زنجیره تفکر ترکیب کنیم چی میشه؟ یه فرایند فوق پیشرفته به اسم RAT یا استدلال تقویت شده به دست میاد. اینجا دیگه هوش مصنوعی کار خودش رو تصحیح میکنه. یعنی اول یه جواب اولیه میده، بعد استدلالش رو توضیح میده، بعد میره از منابع معتبرش حقایق رو چک میکنه و در نهایت جوابش رو بر اساس اون حقایق اصلاح میکنه. این یه چرخه خوداصلاحی شگفت انگیزه که قابلیت اطمینان سیستم رو به یه سطح کاملاً جدید میبره. و همه اینها ما رو به مرز بعدی هوش مصنوعی میرسونه. جایی که مهندسی پرامپت دیگه فقط یه روش برای دستور دادن نیست، بلکه تبدیل میشه به یه ابزار برنامه‌نویسی برای ساختن سیستم‌های کاملاً خودکار. هوش مصنوعی عامل محور یا Agentic AI دیگه یه چتبات ساده نیست که فقط متن تولید کنه. ما داریم در مورد سیستم‌های مستقلی حرف میزنیم که میتونن یه کار پیچیده رو از 0 تا 100 خودشون برنامه‌ریزی کنن و انجام بدن. میتونن ابزارهای مختلف رو به کار بگیرن، اطلاعات جمع کنن و یک گردش کار کامل رو بدون دخالت انسان مدیریت کنن. این جمله کل قضیه رو نشون میده. توی این دنیای جدید، مهندس پرامپت دیگه فقط یه کاربر نیست، بلکه یه معمار نرم افزاره. اون با استفاده از پرامپت‌ها، منطق، استراتژی و روش کار، این عامل‌های هوشمند رو طراحی می‌کنه. در واقع پرامپت داره به زبان برنامه‌نویسی آینده تبدیل میشه. و این ما رو به یه سوال خیلی اساسی میرسونه. با توجه به اینکه مهندسی پرامپت کلید کنترل، بهینه‌سازی و معماری نسل بعدی سیستم‌های هوشمنده، آیا میشه گفت این شغل که جایی بین کدنویسی و هنر زبان قرار گرفته، یکی از حیاتی‌ترین نقش‌ها رو در آینده تکنولوژی بازی میکنه؟ این سوالیه که واقعاً ارزش فکر کردن داره. ممنونم که در این بررسی همراه ما بودید.